بدون حاشیه و اینها جناب مولوی صاحب برادر حفظه الله همانطوری که قبلا اشاره شد تنها اینها ما با دید معاون اقتصادی یا معاون رئیس الوزراء نمیبینیم، بلکه پایه بزرگ و رکن اساسی امارت اسلامی افغانستان هستند. الحمدلله به مدت 1 سال تغییراتی که ما در این سرزمین میبینیم حتی چشمان دشمنان را هم خیره ساخته است. همان 2 روز قبل در مرکز افغانستان همان رژه نظامی و نوع سنبله چنان تجلیل میشه که یعنی قلب دشمنان را آتش زد. این مدت 1 سال این ارتش مبارک، این همه ساز و برگ های و بالاخره نظامی و با این نظم و دیسیپلین و امت اسلامی خوشحال ساخت و دشمنان اسلام را به لرزه در آورد. 1 سال از عمر امارت اسلامی میگذره که در این سرزمین پرچم اسلام و پرچم لا اله الا الله بلند شد. تمام مشکلات همه ما میدانیم که به 1 سال حل نمیشه. مشکلات 21 ساله 21 ساله که شما همین خانه رو مد نظر داشته باشید، 10 تا 20 تا 50 تا انسان دزد، قطاع الطریق، ظالم، نشه، انسانهایی که جز تخریب دیگه